به نام خدا. دوستان سلام، به کانال من خوش اومدید. امروز با هم این کیف موزاییکی قشنگ رو با هم میبافیم. به این موتیف موزاییکی میگن. شما میتونین کل کیفتون رو با این موتیف ببافین یا مثل من برای کناراش از تیکه های ساده استفاده کنین. خودتون میدونین که این جور آموزش ها رو تو کانال ها با هزینه یاد میدم، ولی من اینجا رایگان اینها رو بهتون توضیح میدم. شما لطف کنین و کانال من رو سابسکرایب کنین و اگه این ویدیوم رو لایک کنین یه خسته نباشید به من میگین. خیلی متشکرم. میریم برای ضبط آموزش این کیف قشنگمون. برای بافت این کیفمون به 2 تا موتیف موزاییک نیاز داریم. 2 تا برای کنارهای کار از این زوزنقه ها که اینها رو یکی افزایش دادم، بعضی جاها چند ردیف بافتم بعد افزایش دادم و اینم که زیر کارمونه. این موتیف موزاییک به نظر کمی سخت میاد، برای همین یکم با دقت نگاه کنید. سخت نیست. اگه اولش اون چند ردیف اول رو ببافین، بعدش دیگه راه میفته و کارتون راحت میشه. برای بافت این موتیفمون یه دونه حلقه جادویی به این شکل میزنیم، نخ رو میگیریم، زنجیرمون رو میزنیم 2 3 تا. این باز به عنوان پای بلند استفاده میکنیم. 3 تا پای بلند کنار هم میزنیم. این دومی و اینم سومی. وسط اینها یه 2 تا زنجیر میزنیم. این 2 تا زنجیر هامون به عنوان گوشه مربعمون میشه. حالا برای گروه دوم با 3 تا پای بلند که تنگش کنم و اینم سومی رو میزنیم. باز 2 تا زنجیر میریم برای گروه بعدی. اولی و دومی و اینم سومی. این گروه هم تموم شد. ببینین 1 و 2 و 3 و حالا 2 تا زنجیر باز میزنیم 1 و 2 و 4مین گروه از پای بلندهای 3 تاییمون رو میزنیم و این حلقمون رو میبندیم. دومی و اینم سومی. دو تا زنجیرمون رو میزنیم. ببینین اینو از اینجا میگیریم تنگش میکنیم. خیلی با دقت بکشیم پاره نشه. مثل این مرکز قشنگ باید اینو کامل ببندیم. بعدم از پشت محکم کنیم. حالا این ردیف دوم میبافم بعد محکمش میکنم. ببین یه زل اینجا داریم یه زل اینجا، یعنی مربع. یه گوشه اینجا و اینم گوشه 4مون رو از این بالای زنجیره سوم میگیریم و میبندیم. میبینید مربع شد، قشنگ مشخص. حالا میریم برای ردیف دوم. برای ردیف دوم باید برسیم به این جای خالی. برای همین از اینجاها بست میزنیم تا برسیم به این جای خالی. به این جای خالی که رسیدیم 3 تا زنجیر میزنیم. این به عنوان یه پای بلند میشه برامون. بعد نخ رو اینجوری 2 بار میندازیم دور قلابمون و پایه دوبل میزنیم. از این ببینید یه بار دیگه نگاه کنید. 2 بار نخ رو انداختیم، از اینجا میندازیم، از این مرکز میگیریم، نخ رو میکشیم، پایه دوبله دیگه با این حالت نخ رو میگیریم و تو 3 مرحله میبندیم. حالا باز از همون قسمت یه دونه پایه بلند میزنیم، یعنی یه گروه
اینجوری تشکیل میشه برای یه ضلعمون یه پایه بلند، یه پایه دوبل و یه پایه بلند. 2 3 2. حالا 2 تا زنجیر باز میزنیم، یعنی اینم گوشه کارمونه و میریم برای گروه بعدی از این ستایی. نخ رو میندازیم، یه پایه بلند. حالا نوبت این ستایی مونه، یعنی پایه دوبلمونه. دوبار نخ رو میندازیم، از این قسمت خالی میریم، از مرکز میاییم، نخ رو میندازیم جلو، میگیریم و میکشیم. یک بار، دو بار و 3 بار. طی 3 بار اینو میبندیم. باز نخ رو میندازیم و پایه بلند میزنیم. ردیف دوم یک کمی به نظر قاطی میاد ولی تو ردیف‌های بعدی که کشیده میشن ببینید درست میشه. این ضلع گوشه مربع مونه، این هم 2 تا گروه ستایی مونه. کل فلسفه بافت این موتیف همین ستایی ها هستن. 2 3 2. بریم برای این گوشه. نخ رو میندازیم بدون هیچ زنجیره یا چیزی، نخ رو میندازیم و پایه بلند اول رو میبافیم. گفتیم که یه دونه پایه بلند میبافیم، بعد دوبار میندازیم، دوبل میبافیم، از این قسمت خالی میگیریم، از مرکز در میاریم، نخ رو میندازیم جلو، میگیریم، 1 2 و 3. حالا نوبت چیه؟ 2 3 2، یعنی پایه بلند، دوبل پایه و پایه بلند. برای این ضلع هم اینو بافتیم، یعنی این گوشه ها رو 2 تا ضلع در نظر میگیریم. حالا برای اون یکی، یعنی 2 تا زنجیر باید بزنیم گوشه مربعمون مشخص بشه. بریم برای گروه ستایی بعدی روی این ضلع. نخ رو میندازیم، پایه بلند اول رو میبافیم. حالا پایه دوبل، دوبار نخ رو میندازیم، از این جای خالی میذاریم و از مرکز در میاریم، نخ رو میگیریم، 1 2 و 3. حالا نخ رو میندازیم و پایه بلند بعدی رو میبافیم. اینو تا آخرش نگاه کنید چون به نظر یکم مشکل میاد. ببینید 2 تا ضلع ما ایجاد شدن، 2 تا گوشه مربعمون. یعنی حالا این نخمون رو هم از پشت بگیریم، بکشیم، محکمش کنیم که بعداً برامون درد سر نشه. قشنگ محکم بکشین، هیچ جای خالی نمونه. فقط دقت کنین که این پاره نشه. من چند جا باید اینو محکم کنم، بعد کارم رو ادامه بدم که خیالم راحت بشه. ببین اینو مثل گره میخوام چیز کنم، البته اگه بشه. اینجوری میکشم، اینجوری جای خالی که مون از اینجا میام رد میکنم، یک گرهی ایجاد بشه. باز از چند جا اینو بکشم پشت این در نره. این همش رو دوره این میپیچم. حالا این بمونه، کارمون رو ادامه بدیم. پس این گوشه رو هم بافتیم. بریم برای گوشه بعدی بدون هیچ زنجیری یا چیزی. نخ رو میندازیم، روی این ضلع میایم، پایه بلند اولمون رو میزنیم، میریم برای چی؟ برای دوبل پایمون. 2 تا نخ میندازیم، از این جای خالی میندازیم، از مرکز در میاییم و البته یه ذره اون مرکز رو زیادم صفر نکشین که این ردیف اول تموم بشه، بعد صفر بکشین. اینو حالا در 3 مرحله 1 2 و 3، یعنی 3 بار نخ رو میگیریم و میبندیم برای پایه دوبل. باز نخ رو میندازیم و یه پایه بلند میزنیم. این ضلعمون هم تموم شد. حالا چیکار میکنیم؟ 2 تا زنجیر، نوبت زنجیره. همیشه این گوشه ها این 2 تا زنجیر رو باید بزنیم، فراموش نشه تا این گوشه هامون ایجاد بشه. باز نخ رو میندازیم و پایه
پای بلندمون رو میزنیم، دو بار میندازیم و پایه دوبلمون رو میبافیم. نخ رو از اینجا میگیریم، 1 2 و 3 و پای بلند اون یکی هم میزنیم. ببینین اون گوشه هم ایجاد شد. 2 3 2 2 3 2. گروه هامون اینجوری هست. میریم برای ضلع گوشه 4 مربعمون. نخ رو میندازیم، پای بلند رو میزنیم، 2 بار نخ رو میندازیم، از این قسمت خالی میریم، از مرکز در میایم، نخ رو میندازیم جلو، نخ رو میگیریم و از اینجا در میاریم، 1 2 و اینم 3. این پایه دوبل رو میبافیم. بعد باز هم پایه سادمون رو میبافیم. حالا باز این گوشه هست، چیکار میکنیم؟ 2 تا زنجیر رو فراموش نمی کنیم. باز یه پایه بلند میزنیم. حالا نوبت پایه دوبلمونه. از اینجا جای خالی مرکز میکشیم و در 3 مرحله اینو میبندیم. باز پایه بلند بعدی. حالا این رو به این وصل میکنیم، به این بالای این پایه بلندمون میگیریم و میکشیم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ بازم باید برسیم به این گوشه، به این جای خالی. نگاه کنید، نخ رو میگیریم، بست میزنیم و 2 بار و اینم سومی. میرسیم به این جای خالی. باز چیکار میکنیم؟ 3 تایی میزنیم. 3 تایی چیه برای ما؟ برای ما یه دونه پایه بلنده. حالا میتونیم قشنگ اینو محکم بکشیم و هیچ جای خالی نذاریم بمونه. بس محکمش کنیم. ببینید قشنگ بسته شد، چون دیگه به مرکز نیازی نداریم. حالا چیکار میکنیم؟ این گوشه هستیم، باز مثل اون قبلیه 2 بار نخ رو میندازیم برای پایه دوبل. حالا از کجا میگیریم؟ نخ رو از اینجا که قلابمون از این جای خالی میندازیم و از پایینش نخ رو میگیریم. باز در 3 مرحله میبندیم. برای پای بلند بعدی میریم. باز 2 تا زنجیر میزنیم و برای دوبل بعدی میریم. نه ببخشید، 2 تا زنجیر رو که زدیم، حالا گروه بعدی رو ایجاد میکنیم. یعنی اول باید پای بلند ساده باشه، بعد پایه دوبل، باز از اینجا میریم از پایین. ببینید از این قسمت خالی میریم و از پایین زلمون در میاریم، نخ رو میگیریم. یعنی دیگه به مرکز کاری نداریم. نخ رو میگیریم، میندازیم روش و در 3 مرحله 1 2 و 3 این پایه دوبلمون رو میبندیم. باز نخ رو میندازیم و پایه بلند آخری رو میزنیم. یعنی اینجوری حساب کنیم 2 3 2. اینو میزنیم. ببینید این ضلعمون ایجاد شد با این 2 تا زنجیر. اینم کنارای ضلعمونه. حالا به یک قسمت خالی دیگه در این ضلع رسیدیم. چیکار میکنیم؟ نخ رو میندازیم، زنجیر رو هیچی نداریم، یعنی فقط برای این گوشه ها اون 2 تا زنجیر رو میزنیم. برای این جای خالی ها اون فلسفه 2 3 2 رو داریم. فقط چون یه دونه ضلعه یه دونه گروه 2 3 2 داریم. برای اینها ببینید 2 تا ضلع در نظر میگیریم، یکیشو اینجا یکیشو اینجا میزنیم از اون گروه های 2 3 2. یعنی پایه بلند، پایه دوبل و باز پایه بلند. بعد 2 تا زنجیر رو دوباره تکرار میکنیم. ولی برای این قسمت که یک جای خالیه 1 ضلع حساب میکنیم و 1 گروه میزنیم. یعنی نخ رو میندازیم، یه دونه پایه بلند میزنیم، نخ رو 2 بار میندازیم و
حالا از کدوم قسمت میگیریم؟ نخ رو از اینجا، قلاب رو از اینجا که انداختیم، از پایینش ببینید این یه دونه پایه بلنده، از این قسمت میگیریم. نخ رو انداختیم، از این پایه بلند وسطی اینجوری میگیریم نخ رو و در 3 مرحله دوبلمون رو میبندیم. نخ رو میندازیم و پایه بلند آخری رو میزنیم. یه دونه پایه بلند، وسطش پایه دوبل و پایه بلند. باز میریم به این ضلعمون، یه دونه پایه بلند، پایه دوبل از این قسمت، 1 2 و 3. یه دونه پایه بلند. این گروه تموم شد. ایجاد ضلع گوشه، 2 تا زنجیر، پایه بلند اول این یکی گروه، پایه دوبل یعنی اون وسطی، و پایه بلند کناری. 2 3 2 تموم شد. اینم یه بار دیگه این وسطی رو نگاه کنیم، ببینیم وسط جای خالی داریم، یعنی باید بافته بشه. نخ رو بدون هیچ زنجیری یا چیزی نخ رو میندازیم، 2 اول یعنی پایه بلند اول رو میبافیم. حالا 3 یعنی پایه دوبل، نخ رو 2 بار میندازیم. از کجا میگیریم؟ از این پایه بلند وسطی پایینی. ببینین قلاب اینجوری از اینجا میگیریم، از پایین این نخ رو میگیریم، میکشیم. 1 2 3 نخ رو میندازیم و این گروهمون هم تموم میشه. یعنی کلا همینه. این جای خالی هامون رو یه دونه 2 3 2 میبافیم، یعنی یه دونه پایه بلند، پایه دوبل، پایه. از کجا میگیریم؟ از اون پایه بلند پایینی. این ردیف رو ببافیم و ردیف سوم هم یه توضیحی بدم و تموم بشه. ردیف دوم رو بافتم، تموم شد. بعد بست زدم، رسیدم به جای خالی. این گوشه رو باز بافتم، یعنی 2 3 2 2 تا زنجیر که گوشه رو ایجاد کردم، بعد 2 3 2 بافتم. حالا میخوام این رو نشون بدم که این ردیف 2 تا جای خالی داریم، یعنی اینا اینجوری زیاد میشن و مربعمون بزرگتر میشه. برای هر جای خالی بدون هیچ کار اضافه‌ای گروه های اینجوری یعنی 2 3 2 رو میبافیم. نخ رو میندازیم، پایه بلند رو میزنیم، پایه دوبل رو میزنیم. میخوام اینو نشون بدم که این جای خالی پایینش چی هست؟ یه دونه ستایی هست. از این پایه بلند وسطی اینجوری میبریم پایینش، نخ رو میگیریم و ستاییمون رو میزنیم. باز پایه بلند سادم رو میزنیم و این گروه تموم میشه. حالا میریم برای جای خالی بعد. ببینید این اینجوری وصل شده به این، اینا اینجوری تا مرکز ادامه دار خواهند شد. هر ردیف اینجوری به هم دراز میشه این خطمون. حالا میریم برای این جای خالی. این جای خالی یه دونه پایه بلند، پایه دوبل. اینو از کجا؟ از این پایه بلند میگیریم، ستایی و پایه بلند. حالا میبینین که اینجوری ادامه میدیم و دیگه این تا این قسمت اگه اومدین دیگه یاد گرفتین و تمام شده. ببینین اینجوری این ردیف ها ادامه پیدا میکنن. هر ردیف که رفتیم از این پایینی میگیریم و اینها رو ادامه میدیم. که آموزش این موتیو موزاییک رو یاد گرفتین و نگاه کنین من 14 ردیف بافتم. از اینجا بشمارین. ببینید این جای خالی رو میبینین ردیفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و مرکز هم 14 ردیف بافتم. شما حالا با توجه به سلیقه خودتون هر چند ردیف دوست داشتین ببافین. 2 تا 14 ردیفی بافتم. یه دونه برای پایینش مستطیل بافتم. اینها رو شمردم. حالا شما هر چند تا این زنجیر هاتون باشه، این حلقه هاتون، از اینجا شروع کنیم بشمارید و به اون اندازه، یا اگه اصلا نشمردین با سانتی متر اندازه بگیریم. بعد این رو که بافتین با سانتی متر اندازه بگیریم. بعد اتو کردن اینو ببافین و دورش هم اگه یه دونه چارچوب ببافیم، یعنی پایه ساده ببافین، وصل کردنش راحت میشه. من این رو پایه بلند ساده بافتم که اونم حتما بلدین، یعنی هیچ کاری نداره. اگه کم نخ پیدا کنم براتون نشون میدم. با این نخ میلانو نشون بدم. ردیف اول رو که زنجیرمون هر چند تا خواستین این عرض کارتون باشه به همون اندازه زنجیر میزنین. بعد من اینجا چون نمونه هست کمی کوتاه ببافم، بهتون فقط میخوام نشون بدم که چیه. بعد میریم برای بافت ردیف 1 2 3 4. از این 4 رو نخ میگیرم و پایه بلندم رو میبافم. شما میتونستن بست ببافین یا پایه کوتاه ببافین. همینجوری ساده نخ رو بندازین، پایه بلندتون رو ببافین. البته این پایه بلندتون رو ببافین تا آخر. اینجوری هر چند ردیف که خواستین ببافین. بعد با اینجا اندازه بگیرین، با این هماهنگ کنین. اتو که زدین بعد میخوایم اینها رو به هم وصل کنین. این موتیفتون رو هم که بافتین میتونین همینجوری هم وصل کنین. اگه خواستین میتونین یه دور هم ببافین چارچوب بشه. بعد این قسمت رو اندازه بگیرین و با این هماهنگ کنین تا اینها رو به هم دیگه بتونیم وصل کنیم. برای وصلش من از نخ این رو قیچی نکردم، همونجا میخوام ادامه بدم. اینجا که تموم شده، ببینید اینجا تموم شده، بست زدم اومدم این گوشه رسیدم. من چارچوب نبافتم براش و این، ولی برای این پایینش زیره 2 ردیف چارچوب بافتم که اندازه این بشه. حالا برای وصلش گوشه ها رو با هم هماهنگ میکنم. هماهنگ که کردیم، از اینجا من میام از این گوشه میام این نخ رو از این میگیرم و میکشم اینجا. بعد همین روبرویی ها رو به هم از زیرش میگیرم و اگه یا بس میزنم اینجوری، نه رو دار خدا، یا بس میزنم، یعنی اینجوری رد میکنم ازش. ببخشید نخمون یه کمی، ببینید این رو از این میگیرم، از این پایینی نخ رو میگیرم و بست میزنم، یا میبافم، یعنی پایه ساده میبافم. من اینو ترجیح دادم پایه ساده ببافم، کنارهاش کمی برجسته میشه و به نظر من قشنگ دیده میشه. اینجوری ببافین و این رو اینجوری به هم وصل میکنم. بعد این قسمت داخل کارمونه، از بیرون کار اینجوری به هم وصل میکنم. بعد این قسمت ها رو وصل میکنم. آره یادم رفت اینو توضیح بدم. این تعداد زنجیری هایی که زدم برابر با این قسمت از این پایین کارمونه. اگه خواستم دور هم ببافم
مثل همین با همون تعداد، مثلا اینجا با 20 تا زنجیر شروع کرده باشم، اینم با 20 تا زنجیر شروع میکنم. بعد که دو ردیف براش چارچوب بافتم، دوره بافتم، یه دوره ساده برای اینم میبافم. بعد این قسمت رو هم به این وصل میکنم. ولی بافت این چجوریه؟ گفتم یا مستطیل ساده خواستیم ببافیم، کنارهاش هم درست باشه، یک کیف مکعب مستطیل باشه، یا اگه خواستین یک کمی اینجوری افزایش داشته باشین. من این دوتا ردیف رو یکسان بافتم. بعد از این ردیف بالایی یه دونه افزایش دادم. افزایشم از این اولی 2 تا پای بلند زدم و از آخری 2 تا پای بلند زدم. بعد یه ردیف رو اون باز هم عین همون رو بافتم بدون افزایش. برای ردیف سوم باز برای آخری 2 تا بافتم، یعنی یه دونه افزایش داشتم از این طرف و یه دونه از آخرش. بعد 2 ردیف هم اینجوری. بعد 2 ردیف باز افزایش دادم، 4 ردیف بافتم، بعد باز افزایش دادم و 4 ردیف. اینا رو وصل کنیم و بیایم در خدمتتون. قبل وصل اگه برای این یه دونه چارچوب ببافیم، وصل کردنش راحت میشه، چون پایه بلند این کنارهاش کمی ببینید نامرتبه. یه ردیف چارچوب ببافیم، یعنی پایه ساده دورش ببافیم. ببین اینجا من تموم شده کارم. برای اینکه دور ببافم اینا ببندم، بیام از این کنارها اینجوری پایه ساده بزنم. آره پایه ساده میزنیم. که وصل کردن این قسمت ها به هم دیگه منظم و ساده باشه. ببخشید اینو میگیرم و اینجوری دورش چارچوب ببافیم و بعد وصل کنیم به هم دیگه. این قسمت رو وصل کردم با بافت پایه ساده. ببینید این زیر از این قسمت وصل کردم، این قسمت داخلیه از بیرون اینم وصل کردم، از گوشه ها شروع کردم و یک به یک. حالا اگه مثلا زیادم مهم نیست، مثلا دیدین یه ذره این از این پایینی مثلا بلندتره، 2 تا رو با یکی به هم وصل کنین، یعنی سانتیمتر بزنین و ببینید که بافتاتو اندازه هاش به اندازه باشه. بعد با این بافته ببینید از این 2 تا رد میکنم، از این 2 تای روبرویی نخ رو میگیرم و با پایه ساده همشون رو اینجوری به هم وصل میکنم. خواستم یه کوچیک بهتون نشون بدم، ببینید اینجوری قشنگ به هم وصل میشه. شما که تا این قسمت ویدیو من رو نگاه کردید، اگه لطف کنین لایک کنین و سابسکرایب هم کنین که خیلی خوشحال میشم. یه چیزی بگم خدمتتون، این موتیف ها رو میتونین با هم ببافین و به اندازه های کوچیک به هم وصل کنین، ازش کیف درست کنین. یا مثلا اکثرا اینجوری میبافن که 4 تا از این موتیف میبافن و برای این 4 قسمت کار وصل میکنم. بعد یک مربع به اندازه موتیف ها برای وسط کار، برای پایین کار میبافن و یعنی 4 تا با 4 تا از این موتیف ها، این 2 تا کنار و اینها و یه قسمت ساده برای پایین کیف درست میکنم. و چون به نظر من این موتیف خیلی یه کمی کلفت دیده میشه و ایستایی خوبی هم داره، 4 تا باشه به نظرم خیلی کت و کلفت میشه. این که برای همین برای کناراش بافت ساده زدم که یه کمی ظریف‌تر بشه. این کنارهاش هم وصل کنم خدمتتون نشون میدم. دوستان من این کار وصل کردن ها رو انجام دادم. این کنارش رو اینجوری دوختم مرتب. این پایین کارمه و این هم بنده ها رو بگم. شما میتونین بنده حاضری بگیرین که این بندهای حاضری از اینجا وصل میشه، خیلی هم قشنگتر میشه. من تو خونه نداشتم، قبلا هم 620 گرم از این رنگ نخ گرفته بودم، بافتم، برای بندام چیزی نمون، بندا رو مجبور شدم با این نخ ببافم. برای همین البته بدم نشد، با این نخ هم با این رنگ هم قشنگ شده. ولی شما من میگم که اگر ترجیح بدین و
بند کوچیک حاضری بگیرین، خیلی مناسب تره.